نمیدونم بگم یا نه آرزویی دارم توی دنیا. بگید، بفرمایید. من نابینای مادرزادم. اساتید من. چند سالتونه الان؟ من 68 سالم. زنده باشی. خب 68 سالم. نابینای مادرزادم. راستشو بخواید همینطوری که مثلا برای سلامتی آقا صاحب زمان همین مثلا یاسین تلاوت میکنم و بعد بیاد صاحب زمان یه آرزویی دارم و اون من نه مادرم دیدم، مادرم جوان مرگ شد رفت، نه خداوند انشاءالله رفتگان شما بیاد، نه پدرم دیدم بعد از چندین سال بعد مادرم، پدرم هم رفت. هیچ کس حتی من از کسی کارهای خودم توی دنیا ندیدم. مثلا نمیدونم بینایی یعنی چی، مثلا قیافه کسی ندیدم حقیقتا. بعد خدمت شما عرض کنم اینجا یه روز سرم رو زانو دخترم، یه دختری دارم، بعد خدمت شما عرض کنم سرم رو زانو یه سرمو گرداندم رو بالا جوری، دخترم برگشت که بابا، گفتم جان بابا قربانت رفتم. گفت چرا آه کشیدی؟ گفتم دخترم آرزو داشتم و آرزو بالاخره روی ماهت ببینم. بعد دخترم بنا کرد گریه کردن، دلداری شد. گفتم دخترم این اصلا قصه این نخور، من اصلا نمیخوام چشم، فقط یه وقتی چشم میخوام از خدا خواستم، از خدا میخوام که آقا صاحب زمان فرجش برسه انشالله، من حضوراً برم خدمتش. من این چشمی که نه پدر دیده نه مادر دیده نه کسی کارمو دیدم، اون لحظه باز بشه آقا صاحب زمانو ببینم. مگه نه من توی دنیا ارزشی نداره که آرزو فقط میخوام مهدی فاطمه رو ببینم.